به هر صورت جایگاه حج در اسلام عزیز حدیثی داریم، حدیثی بسیار مشهوری هست به نام حدیث جبرائیل علیه السلام. در کتاب های احادیث به کرات مرات ذکر میشه که وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته هستند که یک مرد بسیار زیبا با لباسی بسیار سفید، با چهره بسیار نورانی و با سری بسیار روغن کدگی، موهای سیاه بسیار زیبا داخل مسجد میشه. وقتی که می آید روبروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زانو میزند و از مبارک پرسانها میکند، سوالهای مختلف میکند. یکی از سوالها همین است که یا محمد صلی الله علیه و سلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام به چه چیز گفته می شود؟ ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو برای من بیان بکن، برای من روشن بساز، واضح بساز که اسلام به چه چیز گفته می شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار زیبا جواب میتن که اسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. سبحان الله. این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش بیان میکند. از این حدیث برمان روشن می شود که حج خانه الله متعال و حج رفتن یکی از پایه های اسلام و یکی از ارکان اسلام به شمار می رود. رکن پنجم اسلام عزیز حج خانه الله متعال هست که هر انسانی که توانایی را الله برش نصیب می کند، هر انسانی را که الله متعال امکانات رفتن به حج را برش نصیب می کند، بالای این فرد، بالای این انسان فرض و واجب و لازم است تا که خود از این نعمت بزرگ محروم نگردانه. و باید هر رقمی که میشد، به هر سیستمی که میشود، وقتی که دارای شرایط میشود، وقتی که امکانات رفتن به حج خانه الله متعال برش میسر میشن، ای باید بدون کدام وسوسه، بدون کدام تأخیر، بدون کدام سستی و تنبلی کردن در این مسیر، در این راه پر از خیر و پر از برکت تنبلی نکند. وقتی حج که فرا میرسد زود خود به محبوب برساند، زود خود به الله متعال برساند و در این سفر مبارک حتما اراده بکند، قصد بکند، الله متعال انشاءالله که نصیب میگرداند. پس میبینیم عزیزان من که حج خانه کعبه یا حج شریف یکی از 5 بنای اسلام عزیز که هست، همین حج خانه کعبه هست که اگر خدای ناکرده ما در این پایمان و در این ستونی که داریم اگر متزلزل باشیم، اگر سست باشیم، یقین بکنین اگر بی تصمیم باشیم، بله بی تصمیم باشیم، یقین بکنین که 4 ستون دیگر هم به تزلزل در می آیند. بخیر سلامت عافیت باشین جناب کاشفی صاحب بزرگوار. بیننده عزیز ما هم ان شاءالله که توجه داشتن. دوستان عزیز، ما خواهش از این دارم که برنامه‌های معارف اسلامی رو در مجموع، خصوصا برنامه والعصر مبارک را همیشه بیننده باشین. موضوعات را انتخاب میکنیم که ضرورت داریم او را یاد بگیریم. مهمانای عزیز را زحمت میتیم، دعوت میکنیم، تشریف میارن که مبادا خدای نخواسته که تکالیف همه ما شما برباد بره. یاد بگیرین، سر خود عملی بکنین و الله متعال را از خود راضی بسازین.